آیا می‌دانستی تمامی این دستگیری‌ها تنها به خاطر ایمان به امام مهدی علیه السلام و فرستاده ایشان سید احمد الحسن علیه السلام باشد، آن هم در کشور عزیزمان ایران؟ لازم است بدانید دعوت سید احمد الحسن علیه السلام یک دعوت نجات بخش جهانی است که با هیچ شخصی دشمنی ندارد، همانطور که ایشان در مصاحبه با رادیو دیترویت فرمودند. يا الله. الدعوة اليمانية لا تفرق بين الناس، بل هي دعوة للاجتماع حول الحق بالأدلة العقلية والمنطقية والشرعية، وهي دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس لدينا عداء تجاه أحد ابتداء، وما نقوم بطرحه بخصوص المخالفين لنا هو نقاش علمي. برای آشنایی بیشتر با دعوت یمانی می توانید به سایت رسمی المهدیون.co مراجعه کنید و از نزدیک با آراء، اندیشه و آموزه های سید احمد الحسن آشنا شوید. همراه ما باشید.